سلام. امروز میخوام یه داستان واقعی از خودم بگم، چون فکر میکنم شاید این روزا بتونه این نگاه بهتون کمک کنه و آرامش بیشتری بده، چون برای خودم واقعا این اتفاق افتاد. درست 10 سال پیش اول تیر ماه من برای اولین بار مادر شدم و پر بودم از احساسات متفاوت و جدید. یکی از پررنگ تریناشون ترس بود، ترس از آسیب دیدن، خصوصا این که همش با خودم میگفتم اگه اتفاقی برای من بیفته این بچه چی میشه؟ اگه من نباشم چه سرنوشتی داره؟ من که تا قبل از اون اصلاً چنین نگرانیایی نداشتم، الان داشتم احساسات جدیدی رو تجربه میکردم. تا اینکه خواب عجیبی دیدم، خوابی که خیلی واقعی به نظر میرسید و احساس منو برای همیشه تغییر داد. چیزی که تو تمام این 10 سال هیچ وقت نقض نشد و هیچ وقت تغییر نکرد، بلکه قوی تر شد. من توی اتفاق خیلی فانتزی مثل همه خوابام کشته شدم. اتفاقی که افتاد مهم نبود، مهم احساسی بود که تو اون لحظه تجربه کردم. دقیقاً احساس کردم که از یک بازی پرت شدم بیرون، انگار که یه عینک ویار روی صورتم بوده. دیدین چقدر تو این بازی آدم احساس میکنه همه چیز واقعیه؟ یه لحظه اون عینک رو از روی صورت من برداشتن و من اومدم توی یک فضای واقعی تر و میدیدم که دخترم، همسرم، همه عزیزانم تو بازی هستن و من هیچ نگرانی نسبت بهشون نداشتم. احساس میکردم ما تا یه جایی با هم همسفر بودیم، هم بازی بودیم و بعد از من اونا به بازیشون ادامه میدن. اگه دختر من قراره تو چنین شرایطی بزرگ بشه، بازی براش اینطوری طراحی شده بوده و هیچ اتفاقی نمیفته، فقط مسیر رو به شکل متفاوتی میره و بازی برای اونم تموم میشه و میاد بیرون. چون دنیایی که الان توش قرار گرفتیم هر چقدر به نظرمون واقعی میاد، ولی چیزی جز مجاز نیست. دنیای واقعی جای دیگه است و ما فقط قراره یه مدت اینجا کنار هم تو این بازی، تو این مسیر قرار بگیریم و خودمون رو محک بزنیم. تصمیمایی که میگیریم و زندگی که اینجا میسازیم و کارهای قشنگی که برای همبازیامون انجام میدیم، اینا تنها چیزایی هستن که تو این بازی مهمن. ما خودمون خواستیم که واردش بشیم، ولی اجازه نداریم تا بازی تموم نشده ترکش کنیم. برای خیلی از ماها ممکنه بازی روی مود سخت تنظیم شده باشه. شاید حتی قبل از ورود به بازی خودمون این کارو کرده باشیم، چون ایمان داشتیم به اینکه میتونیم از پسش برمیاییم. بله، اینکه من سعی کنم بهترین والد باشم برای فرزندم، مادر خوبی باشم، تا جاییه که در توان منه و هیچ انتظاری بیش از توان من وجود نداره. شرایط این بازی رو خیلی وقتا هم بازیای ما ممکنه تغییر بدن و همه ما تو این شرایط نقش داریم، اما چیزی که مهمه فقط رفتارمونه، فقط نقشیه که ما خودمون داریم ایفا میکنیم. به نظر من مهمترین چیز پیدا کردن قوانین بازیه، اینکه چیا امتیاز ویژه داره. خیلی اومدن دستورالعملایی دادن، خیلی گفتن ما رفتیم دنیای واقعی رو دیدیم، قوانینش ایناست و ما هم که باید تصمیم بگیریم کدوماش رو انجام بدیم، کدوم امتیازا رو جمع کنیم، کجا بهترین خودمون باشیم. و در نهایت هممون یه روز این عینک رو از رو چشممون بر می‌دارن و بخش زیادی از نگرانی ها، دلبستگی هایی که امروز داریم تجربه می‌کنیم کاملا برامون اونجا بی‌معنا میشه. میدونم، میفهمم تحمل خیلی از رنجا واقعا سخته، ولی باید بپذیریم که اینم بخشی از بازی زندگیه و سعی کنیم از رنجامون به چیزی برسیم، به معنایی برسیم که احساس میکنیم بعداً ما رو به یه امتیازی میرسونه. امتیاز منظورم همون امتیازهای بازیه که قرار جمع کنیم. تجربه من شاید فقط یه خواب بود، شاید در حد چند ثانیه لمس و احساس و درک بود، ولی برای من فوق‌العاده عمیق بود و 10 ساله که دارم باش زندگی میکنم. و الان سوالم از شمایی که تا اینجا همراه هم بودی اینه که فکر میکنی الان بهترین کاری که میتونی انجام بدی چیه؟ شاید فقط چند تا نفس عمیق باشه، شاید آغوش امنت برای فرزندت باشه، شاید یه تماس تلفنی باشه، نمیدونم. فقط میدونم ما یه فرصت محدود داریم که بهترین خودمون باشیم با توجه به شرایطی که توش هستیم. الان تو این لحظه فقط فکر کن بهترین کاری که میتونی انجام بدی چیه، حتی کوچیک. نگران نباش، این روزا هم میگذره، خودمون میسازیمش، دوباره قشنگ میسازیمش. فقط بمون، هنوز کلی کار داریم با هم و امیدوارم که تو پیدا کردن قوانین و امتیازها اشتباه نکنیم. موفق باشی همبازی خوبم. هنوز کلی امتیاز مونده که باید با هم جمع کنیم.